بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ما دیدیم که تو با نگاه های انتظار آلود جانب آسمان روی میگردانی. اکنون واقعا ما روی تو را به همان قبله بر میگردانیم که به آن خوشنود شوی. پس روی خود را به سوی مسجد حرام بگردان و به هر جایی که بودید پس روی خود را به آن جانب بگردانید. واقعا کسانی که به ایشان کتاب داده شده خوب میدانند که این امر حق است از جانب پروردگارشان و خدا از آنچه ایشان میکنند هرگز غافل نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. واقعا اگر با اهل کتاب هر نشانه را بیاوری هرگز قبله تو را پیروی نمی کنند و نه هم تو از قبله ایشان پیروی می نمایی و نه بعضشان قبله بعضی دیگر را پیروی می کنند. واقعا بعد از این آگاهی که به تو حاصل شد اگر از هوای نفس ایشان پیروی نمایی در آن صورت تو یقینا از زمره ستمگارانی.